وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نوین تاجیکستان از افزایش تولید محصولات صنعتی در کشور به اندازه 13.3% طی 8 ماه سال جاری گزارش داده است. بنا به گزارش وزارت، در 8 ماه سال روان در تاجیکستان به ارزش زیادتر از 16 میلیارد و 272 میلیون سومانی معادل بیش از 1 میلیارد و 600 میلیون دلار مصالح صنعتی تولید شده است. بنا به اطلاع وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نوین تاجیکستان، حجم مصالح صنعتی تولید شده در مقایسه با دور مشابه سال گذشته 13.3% افزایش را نشان می‌دهد. رشد تولید مواد انرژی و غیر انرژی، تولید مواد غذایی، پردازش چوب و تولیدات بافندگی باعث بالاروی حجم مصالح صنعتی شده است. اخیراً وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان میگوید مجموع محصولات داخلی کشور در 8 ماه اول سال 2019 زیاده از 4.6 میلیارد دلار یا 44 میلیارد و 893 میلیون و 800 هزار سومانی را تشکیل داد که نسبت به همین دوره سال گذشته 7.4% رشد یافته است. منبع افزوده است که در نظام مجموعی محصولات داخلی بالاروی استحصال محصولات صنعتی به 13.3% برابر شده است. این نشان داد در 8 ماه سال گذشته 12.9% بود. اینچنین محصولات کشاورزی 8.3%، معاملات سودای چکنه 8.5%، بارکشان 4.7% و خدمت رسانی پولی 2% افزایش یافتند. مسئولین وزارت در شرح افزایش حصه صنعت در نظام مجموعی محصولات داخلی که در 8 ماه به 17.9% برابر شده است، اظهار داشته‌اند که بالاروی به عملی سازی هدف چهارم استراتژی صنعتی کنانی تاجیکستان ربط دارد. مقامات تاجیکستان در حال از افزایش استحصالات خبر می‌دهند که توازن تجاری کشور فرق بین واردات و صادرات کشور به سمت منفی پیش می‌رود. هر سال واردات افزایش و صادرات کمتر می شود. برای مثال، حجم تجارت خارجی تاجیکستان در 7 ماه سال گذشته به 2 میلیارد دلار 499.5 میلیون رسید که 1.3% یا 33 میلیون دلار است که نسبت به همین دوره سال گذشته بیشتر است. توازن تجاری منفی باقی ماند و واردات از صادرات 1 میلیارد و 216.6 میلیون دلار بیشتر بود. صادرات در ماه‌های ینور ایول سال 2019 به 641.5 میلیون دلار برابر بوده، واردات مال به کشور به 1 میلیارد و 858 میلیون رسید. نشان دهنده واردات 2.8 برابر بیشتر از صادرات است. همچنین گزارش افزایش استحصالات به تناقض دیگری هم روبروست. طبق گزارش همین وزارت در نیم ساله اول سال جاری 180 کارخانه استحصالی فعالیت خود را قطع کرده اند. شرح عبدالمنان شیرعلیوف، کارشناس مسائل اقتصادی را در این باره با هم میشنویم. اینجا دو تناقض وجود دارد. تناقض اول اینکه وقتی شما میگوید استحصالات 13% افزایش یافته است، باید یا صادرات به همین مقدار افزایش یافت یا کمتر، مثلا 10-12%، یا که واردات کمتر شود. چون که وقتی یک نوع محصولات استحصال زیاد میشود، حتما یا که اون وارداتش کم میشود برای اینکه استحصال در داخل زیاد شد، یا که اگر استحصال از طلبات خود کشور بیشتر باشد اون باید صادرات شود. یعنی در اینجا حرف مهم اینه که تناقض، یعنی فرق کسری بین واردات و صادرات کمتر باید شود. در حال حاضر که مثلا تاجیکستان وارداتش از صادرات 3 برابر بیشتر است، اگر واقعا استحصالات 13% افزایش یافته باشد باید که همین فرق کمتر بشود. در اصل این فرق بیشتر شده است. دوم تناقض این که چند پیش خود وزارت اعلام کرده بود که 180 به فکرم کارخانه استحصالی در حساب بسته شد. وقتی کارخانه استحصالی بسته میشد این به معنی است که استحصالات در کشور کمتر شده است. اما وزارت در احساساتش میگوید که 180 کارخانه استحصالی بسته شدن، هرچند گفته هستم که 146 تا دیگر باز شدن. به هر حال فرق اینجا از 34 دانه فرق است و در
شما دیگه شما که استحصالات 13 درصد زیاد شدن. اینجا اوضاع دو اگر کسرم به نظر بگیریم 3 تناقض پیدا شده است که باید برعکس میشد، لیکن یعنی در صورت زیاد شدن استحصالات این چیز نشان دهنده باید برعکس میشدن، لیکن این به این شکل شدن که کسر بیشتر شده کارخانه ها بسته شده.